درود بر بچه مکسانو، خوش اومدیم به یه ویدیو جدید چنل خودتون، چنل مکا. خیلی خوش اومدید در بچه. امروز اومدیم با یه ویدیوی بمب اومدیم ریاکت بریم روی چالش های قبل و بعد اینستاگرامی و بهشون نمره بدیم و اونی که بیشتر نمره رو داشت آخر ویدیو اعلام میکنم. و حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل خودتون هم سابسکرایب کنید، چنل اینستاگرام هم پایین میاد، حتما حمایت بشه. عشقی دمتون، دوستتون دارم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خوب برش بریم سراغ ویدیو. 1 2 3 4 حاجی چی به سرت اومده؟ موهاش ریخت، بدنش کلا آب شده. خدا وکیلی فشار اقتصادی و زندگی کمر آدم میشکنه. به خدا کمر من شکسته. ولی نه دیگه مثل این افسرده شدیم. نمره 7 از 10 خدایی میدن. بریم سراغ ویدیو بعدی. از کهکشان اومد زمین بی بال پرواز، سمون نمیای پر پرواز. خیلی خوب در اومد، خیلی خوب در اومد. واو، چجوری این چربی ها رو آب میکنن؟ پشمای من ریخته. من بهش 9 از 10 میدم. خیلی خوب شده. این آره، بریم سراغ ویدیوی بعدی. یادش نظری ندارم، خوب در اومده. متوسط رو بالاه، میدونیم قبل و بعدش از بچگی تا الان خوب، تغییرش خوب بوده. نمیشه گفت بد بوده، خوب بوده. من بهش 8 از 10 میدم. خوب در اومده. بریم سراغ ویدیو بعدی. نحن لم نولد على كيدين مصحف رواه. متوجه نمیشم چه اینجوری شد. اصلا اونو من کار ندارم. چرا خودتو دختر کردی؟ تو ببین خوشگلی، چه اینجا خوشگل در اومده. اصلا شباهت هم ندارم به هم. فیک واجی، نظری ندارم. چرا به این نمره من نمیدم واجی. بریم سراغ ویدیو بعدی. این قبلش بعدش. من کار ندارم به قبلش. قبلش اینجوری بود، ولی کار ندارم. بعدش هم چیز خاصی نشده. فقط موهاتو بلند کردی و فیلترتو ناموس انداختی رو صورتت. همین روژلا هم که زدی. چیز خاصی نبود، تغییر خاصی نکردش. 5 از 10 بهش میدم. ولی دلم سوخت. بریم سراغ ویدیوی بعدی. Julia, how does it exist? No, damn. باورتون میشه یه لحظه ترس خوردن، تو شوک رفتن. بعضی از این چالش ها واقعا شوکه کننده است. قبول دارین؟ چونش چرا اینجوری شبیه زینه دوچرخه است؟ اینکه آقا نظری ندارم. خدا وکیلی. بریم سراغ ویدیوی بعدی. من بهش 8 از 10 میدم به خاطر اینکه عمل کرده و پول داده. بریم سراغ ویدیو بعدی. از کهکشان اومد زمین بی بال پرواز، سمون نمیای پر پرواز. آقا به این میگن چالش تغییر دیگه. یارو از خودش رو تغییر جنسیت میده خوش. یکی از عمل زیبایی میکنه، یکی از فیلتر میکنه. این نمیشه که آجی. اینو میگن تغییر. چرا خوب، خوشگل. واو، من بهش 8.5 از 10 میدم. خب برای به پایان ویدیو رسیدیم. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید و کلیپ رو دیدید. حتما کامنت بذارید و بگید که کدوم از کلیپ ها بهتر بود و نمره بدیم خودتون جدا. من خودم که دومیه رو انتخاب میکنم. فکر کنم نمرش 9 از 10 بود اگه اشتباه نکنم. حتما چنل خودتون رو سابسکرایب کنید. این لینک چنل اینستاگراممون هم اینجا میاد. حتما فالو بدید و حمایت کنید. پس تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای مهربون میسپارم. بدرود.